شنیدی صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردی، صدایی که شنیدی، فضای غبارآلوده استودیو من جولای رو روشن میذارم برای اینکه ثبت چه که داره چه اتفاقی میفته. جلوه اقتدار ایران و شکست و مرکز من نمیدونم چند تا از همکارم داخل بودن. من طبقه اول بودم، بمباران شد. نمیدونم